برج آزادی، نماد شناخته شده تهران. این برج که پیشتر به نام شهیاد شناخته میشد، در سال 1349 توسط معمار ایرانی حسین امانت طراحی و ساخته شد. ترکیبی از معماری سنتی ایرانی و سبک مدرن. ارتفاع آن حدود 45 متر و با سنگ مرمر سفید پوشیده شده است. طراحی طاق و فرم برج از معماری هخامنشی و اسلامی الهام گرفته و جزو شاخص‌ترین آثار معماری معاصر ایران به شمار می‌رود. داخل برج چندین تالار و موزه قرار دارد. تالار آینه، 12 غرفه آینه‌کاری و تصاویر نمادین ایران. تالار ایرانشناسی، نمایش فرهنگ و اقلیم استان‌ها و آثار شاخص. یکی از طبقات برج که شاهد زیبایی و شکوه معماری اون هستید. تالار کهن، مجموعه جذاب از تاریخ ایران، آثار باستانی و معماری‌های ظریف. تالار فرهنگ، هنر سنتی و معاصر ایران، نمایشگاه تعاملی، نورپردازی ویژه، طراحی معماری ایرانی و تجربه متفاوت از فرهنگ و هنر ایران. تالار دانستنی‌ها، اطلاعات علمی، تاریخی، تعاملی و جذاب. و در طبقه دیگر نگارخانه آسمان. و در طبقه آخر سقف گنبدی باشکوه از معماری سنتی ایرانی. و دوباره که بیرون میایم میتونیم عظمت برج رو از زاویه دیگه مشاهده کنیم. اگه از این پست خوشتون اومد، اون رو با دوستانتون به اشتراک بذارید تا اونا هم با برج آزادی و زیبایی‌هاش آشنا بشن. اطلاعات تکمیلی در کپشن.